البته یه روز قبل از فوتشون که من باشون نشسته بودم و صحبت میکردم و رو صندلی هم نشسته بود و گفتم البته چقدر خوشحالم از تخت خواب اومدید دیگه رو صندلی نشستید، حالتون خوبه، انشالله بریم ایران. گفت ایران هیچ وقت دلم نمیخواد، برای این ملت نه، اصلا نمیخوام. نه خب البته گفت من برای چی به ایران برگردم؟ شما بگید که اگه من اشتباه کردم، خیلی خوب ممکنه اشتباهات هم کردم، خیلی اشتباه میکنم، ولی من بپرسید من چه کار کردم برای اینا. من تمام کارگرها را سهیم کارخانه‌ها کردم، من زنها را آزاد کردم، من اصلاحات ارضی کردم، من نمیدونم دانشجویان و دانشگاه رو مجانی کردم، غذا برای فرزندان اون در مدرسه ها دادم، سپاه دانش درست کردم که همه را سپاه بهداشت درست کردم که همه از بیماری و ناخوشی و تراکم و مالاریا نجات پیدا بود. چه کار بودش که من نکردم در این مدت برای من کردم؟ آقا چرا این ملت پشتش رو به من کرد؟